تعداد قربانیان فروریزی یک بنا در شهر آبادان ایران به 37 کس رسید. دست کم 5 نفر آنها دانشجو بودند. مقامات ایران گفتند که روز 1 ایون جسد باز یک نفر را از زیر ویرانه‌ها بیرون آوردند. این بنا روز 23 می امسال چپه شد. تقریباً 40 کس دیگر مجروح شدند. معلوم نیست که آیا در زیر خرابه‌ها جسدهای دیگر نیز ماندند یا نه. فروپاشی بنای ناتمام در شهر آبادان یکی از تصادف‌ها یا حادثه‌های مرگبارترین در سالهای اخیر در ایران بوده است. مقامات ایران چپه شدن بنا را به وجود فساد مالی و سهلنگاری مقامات محلی ربط دادند. آنها میگویند که تا این دم 13 کس از جمله رئیس شهر آبادان و منصبداران دیگر را برای نقض قانونی ساختمان بازداشت کردند. در همین حال مردم نیز به اعتراض خود علیه سهلنگاری و فساد گسترده میان منصبداران ایران ادامه می‌دهند.